بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت محصولین عزیز. آرزو دارم که همتان صحتمند سر حال باشین. درس امروز ما شما است مربوط مضمون نتورک اند دیتا کیبلینگ که روز قبل ما شما وسایل انتقال اطلاعات خواندیم در بخش اول مضمون نتورک اند دیتا کیبلینگ. این بخش وسایل انتقال اطلاعات یا دیتا ترانسمیشن میدیمز که وسایل کیبل ها را در واقع ما یک مرور کردیم، یک مرور کوتاه. کیبل های کوکسل، کیبل های یو تی پی، اس تی پی و فایبر که از جمله صرف ما شما کوکسل کیبل خواندید با مشخصاتش، فواید و نواقصش. امروز میایم سر نوع کیبل های. البته قبل از اینکه سر نوع کیبل ها برم میایم سر یک استاندارد به نام استاندارد ایترنت که اکثرا بعضیا به اشتباه اینترنت میگن. خیر، اینترنت نیست، ایترنت است. ایترنت یک استاندارد است، یک معیار است، در حالی که اینترنت کاملا یک موضوع مجزاست، یک اشاره به شبکه جهانی اینترنت میباشد. خب سر موضوع استاندارد ایترنت میم. ایترنت یک فناوری است، یک تکنولوژی، یک نوآوری شبکه‌های محلی کامپیوتری است که در لایه اپلیکیشن مدل TCP/IP بر اساس استاندارد IEEE 802.3 بر اساس اینمی شماره نمبر جواز انستیتوت IEEE که Institute of Electronic and Electrical Engineers مکملش است، مخففش IEEE یا I3.E می باشه، منتشر گردیده. اینمی استاندارد ایترنت در واقع توسط IEEE تحت شماره 82.3 انتشار یافته یا مورد استفاده قرار میگیره. خود ایترنت چی است؟ استاندارد ایترنت در واقع مشخص کننده نوع سیم کشی، ساکت، سیگنالینگ و توپولوژی شبکه می باشه. ایترنت روی اینمی 4 موضوع بحث میکنه: نوع سیم کشی، ساکت، سیگنالینگ و توپولوژی شبکه. نوع سیم کشی یعنی چی؟ یعنی در واقع کیبلینگ شبکه. چطور کیبل ها بین وسایل، بین سویچ ها و راوترها قرار بگیره، به چه شکل بر روی دیوارها نصب شود در داخل کانال ها. ساکت ها به چه شکل باشه؟ ساکت هایی که در روی دیوارها می باشه، ساکت های ارتباطی شبکه های محلی. البته کامپیوترها توسط آن به هم ارتباط برقرار میکنه. و به ترتیب سیگنالینگ که تقریبا یک موضوع غیر فیزیکی است، یعنی یک موضوعی است که به چشم دیده نمیشه. منظور دیجا بحث روی چگونگی ارسال و دریافت تولید سیگنال ها می باشه، اون سیگنالینگ است. و توپولوژی شبکه و ساختار شبکه چی قرار است؟ ساختار ستاره ای، ساختار بس اور لینیر توپولوژی، ساختار ستار است، رنگ است، اور میش توپولوژی کدام نوع ساختار است. روی اینمی ساختارها ایترنت تمرکز داره. یعنی ایترنت در واقع مشخص کننده نوع سیم کشی، ساکت، سیگنالینگ و توپولوژی شبکه است. از جمله ویژگی های ایترنت میتونیم با آدرس مک و فریم بندی دیتا هم اشاره کنیم. همین فریم بندی هایی که در داخل سویچ میشه، هر بسته که داخل سویچ میره و سویچ دوباره حرکت میکنه، او را به نام فریم بندی میگه، دیتا فریم. شما در سمستر قبلم در موضوع درس سویچ خواندن. و آدرس های مک، یعنی کلش توسط ایترنت چی میشه؟ مورد ارزیابی قرار میگیره. سیستم های ارتباطی امروزه که برای اینترنت کار میکنه، جریان اطلاعات را به قسمت های به نام فریم تقسیم بندی میکنه. اینمی سیستم های ارتباطی امروز که برای اینترنت فعالیت میکنه، کلا تمام جریان عملیات اطلاعات را به قسمت های کوچک تحت نام فریم یا چی میکنه؟ تجزیه میکنه، تقسیم میکنه که هر فریم شامل آدرس، مبدا، مقصد و همچنان امکان بررسی خطا روی داده می باشد.
هر فریم که بررسی می شود او شامل آدرس مبدا یعنی آدرس ارسال کننده، آدرس مقصد، آدرس گیرنده و همچنان امکان بررسی خطا روی داده میشه و همچنان یک امکانات دیگر هم داده که روی دیتای ارسالی جلوگیری خطا را به دوش میگیره. اینمی سیستم های ارتباطی که در اینترنت فعالیت میکنه برای شبکه‌های محلی به طوری که میتونه داده‌های آسیب پذیر شناسایی و مجددا ارسال نماید. چی میکنه؟ بررسی خطا روی داده، یعنی اگر کدام اشکال یا کدام نواقص یا کدام نقیصه و عارضه در نوعیت اطلاعات باشه که اطلاعات آسیب پذیری داشته باشه اونمو را شناسایی میکنه و مجددا اطلاعات ارسال میکنه. استاندارد اینترنت جهت انتقال دیتا دارای دو حالت است. با منظور از اینکه اطلاعات توسط استاندارد اینترنت و سیستم های ارتباطی اینترنت انتقال پیدا کنه دو حالت داره، یک حالت 7 دوپلکس است و دیگه حالت فول دوپلکس می باشد. موضوع 7 دوپلکس فول دوپلکس شما در سمستر قبلی در نتورک زینشل خوانده بودین. خب من فقط یک کوتاه اشاره میکنم. 7 دوپلکس به عنوان حالت ارتباط دو طرفه ناهمزمان گفته میشه که یک طرف ارسال میکنه دیگه طرف منتظر میمانه، وقتی طرف دیگه ارسالش قطع شد جانب مقابل ارسال اطلاعات از سر میگیره. دیگه داریم فول دوپلکس. فول دوپلکس ارتباط دو طرفه همزمان است که همزمان شما میتونم ارسال کنم دریافت کنم، مثل تلفن های همراهتان که همزمان میتونن هم صحبت کنن و هم میتونن از جانب مقابل صدایش بشنوین که این یک وسیله فول دوپلکس. امروزه تقریبا تمام تجهیزات شبکه‌های محلی بر اساس استاندارد اینترنت تولید میشن. در واقع طور براتون ساده بگیم استاندارد اینترنت به منظور راه اندازی شبکه‌ها به منظور استفاده از وسایل در شبکه‌های محلی یک سلسله قوانینی دارند، یک سلسله قوانین و استانداردهای دارند که بر اساس اونمو وسایل تولید میشن که اونم قوانین اینترنت در نظر گرفته باشن تولید میشن. اینترنت ها به 4 گروه ذیل تقسیم گرده است. به این 4 گروه اینترنت تقسیم گرده است که هر گروهش در واقع نشان دهنده سرعت شبکه‌های محلی است که یکیش اولیش اینترنت است، خود اینترنت. دومی کاتگوری گروه دوم از خانواده اینترنت فاست اینترنت است که یک سرعت نسبت به رقیب قبلیش داره. به این ترتیب گیگابیت اینترنت است که این میتونه اطلاعات به جی بی ارسال کنه، یعنی از ام بی به جی بی ارتباط ارسال میکنه. و 10 گیگابیت اطلاعات است که میتونه حداقل 10 جی بی را، حد اکثر میتونه هر مقدار جی بی را در یک زمان مشخص ارسال کنه. مثلا اینترنت فرض کنیم کی بی را ارسال میکنه، فاست اینترنت ام بی را ارسال میکنه که یک سرعت زیادتر از کی بی است. به این ترتیب گیگابیت یک سرعت بیشتر از ام بی است که جی بی را ارسال میکنه. مثلا در 5 دقیقه 1 جی بی اطلاعات ارسال میکنه یا در 2 دقیقه 1 جی بی ارسال میکنه و گیگابیت اینترنت است. دیگهش مثلا در 2 دقیقه 10 جی بی را روان میکنه که 10 گیگابیت اینترنت که در واقع یکی از سریعترین اینترنت های امروزه میباشه در شبکه‌های محلی. میایم سر کیبل های تی پی یا تویستد پیر. ما شما در درس وسایل انتقال اطلاعات که در ویدیوی قبلی که براتون ارسال کردم به اوجه به ارتباط وسایل انتقال اطلاعات کیبلی گپ زدیم که 3 نوع بود که یک کیبل کوکسل بود، دیگه کیبل های تویستد پیر بود که امروز میخوانیم و سومیش هم کیبل فایبر نوری بود. امروز ما شما کیبل تی پی و کیبل فایبر نوری میخوانیم. میایم سر کیبل تی پی یا تویستد پیر کیبل. چی نوع کیبل است؟ این کیبل ها به 2 دسته تقسیم شده است که یکش به نام کیبل UTP میگه Unshielded Twisted Pair، Unshielded Twisted Pair، و دیگهش هم کیبل STP Shielded Twisted Pair. این دو کیبل چی است، چی مشخصات داره، چطور استفاده میشه، میایم به اسلایدهای بعدی. از کیبل UTP در شبکه و مخابرات به دلایل ذیل بیشتر استفاده میگیرد. اینی نوع کیبل UTP است. 8 رشته سیم کوچک است که 4 جوره سیم است در واقع که هر سیمو به هم زوج تابیده به هم چسب، تو پیچ خورده مار پیچ هستند که 8 رشته سیم کوچک به رنگ‌های مختلف هستند و هر رنگ و هر سیم یک معنای خاص خود داره که بعدا در سلایدهای بعدی میگم که چرا به رنگ‌های مختلف است، باید چطور سیم ها قرار بگیره، رنگ ها چطور ترتیب شود. یا رو
روی اینی دلایل گفتیم در مخابرات در شبکه‌های محلی از شبکه‌های از کیبل‌های UTP زیاد استفاده میشه. یکی که ارزان است، مثلا 1 متر از این کیبل ها 10 افغانی است، از 10 افغانی شروع شده تا 15 و 20 که یک ذره خوبترش از 20 افغانی زیاد نیست، ارزان است. نصب و اینستالیشن از این کیبل ها آسان است، ترتیب تنظیم دادن نصبش در داخل ساکت ها و اتصالش بر کامپیوتر آسان است. سایز اندازه کوچک داره، بسیار سایز کوچک داره، به اندازه یک سیم ساده که ما شما برای وسایل خانه استفاده میکنیم می باشه. سایز و قطرش کوچک است. سرعت هایی که کیبل ها فراهم میکنه 10 MB per second، 100 MB per second and 1000 MB per second. 1000 MB در ثانیه، 100 MB در ثانیه و 10 MB در ثانیه را میتونه اینا چی کنه؟ از خود انتقال بده، به سرعت اطلاعات از خود انتقال بده. تا فاصله های 100 متری هم یا کار میکنه، تا فاصله 100 متری یا کار میکنه. بعد از فاصله 100 متری نیاز به نصب تقویت کننده روی کیبل ها میشه. یه یک شکل دیگه از کیبل هاست، اوتر جکت، یک پوش داره، این پوش به نام اوتر جکت میگه. داخلش این رشته سیم ها چی است؟ تویستد است، با هم تویستد یعنی با هم تاب خورده یا مارپیچ شده. و کالر کودد پلاستیک اینسولیشن، این کیبل ها که است پلاستیکی است طبیعی و یا پلاستیک اینسولیشن، یک پوش پلاستیکی داره، در داخل خود پوش پلاستیکی اونم سیم نازک میسی است و پوشایش هم برنگ های مختلف است، کالر کودد برنگ های مختلف است که میایم سرش. برای از این کیبل ها از اتصال دهنده استفاده میشه. ببینید این تصویر اون کیبل است، کیبل UTP است، اینی هم اتصال دهنده است که این اشکال دیگه است که اینو میاره به نام RJ45 یاد میکنم. RJ45 RJ مخفف رپید جکت 45 می باشه. این هم کیبل UTP است، در دو انجامش ببینید اینمی ساکت ها نصب شده اینمی شکل. میریم به اسلاید بعدی. کیبل UTP، کیبل به ادامه خود کیبل UTP میشونم. کیبل UTP به سه شکل زیل میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یکی اورا کیبل استریت ترو میگه، دیگه کیبل کراس اوور میگه و سومیشم نوع سومیشم کیبل رول اوور میگه. کیبل استریت ترو چی است؟ روی هر یک از کیبل ها نحوه اتصال و نحوه ساختنشان گپ میزنیم. کیبل استریت ترو از جمله کیبل های UTP است که برای اتصال وسایل مختلف و نوع به کار میرود. ببینید این تصویر برای اتصال وسایل مختلف و نوع به کار میرود. سویچ به راوتر، سویچ به کامپیوتر، سویچ به سرور، هاب به کامپیوتر و هاب به سرور. این وسایل مختلف و نوع است. دو وسیله یکسان شما در این تصویر نمیبینید که توسط کیبل وصل شد. پس گفتم میتونم که کیبل استریت ترو معمولا اگر ما بخوایم دو وسیله مختلف و نوع را به هم وصل کنیم، از کیبل استریت ترو UTP ما شما استفاده میکنیم. میایم سر نحوه ساختن کیبل استریت ترو. طریقه ساختن کیبل استریت ترو از چی قرار است؟ به خاطر ساختن کیبل های UTP و به منظور ساختن استریت ترو کیبل استریت ترو دو استاندارد وجود داره. دو استاندارد قبول شده و رسمی است که در سراسر جهان از همین دو استاندارد به منظور ساختن کیبل استریت ترو به هدف اتصال وسایل مختلف و نوع به کار میاد. این دو استانداردها به نام T568A است و استاندارد دیگه T568B است. اعداد یکسان، فقط یک A و B داره. یا چی مفهوم میرسانه؟ اینجا یک توضیحات داده، در اسلاید بعدی خودتر ما شما میبینیم. میام داخل اون ساکت RJ45 که کیبل ها به اون شکل در رنگ های مختلف قرار داده که استاندارد A است یا استاندارد B است. اگر گفته از استاندارد T568A استفاده میکنید، در آن صورت هر دو انجام کیبل باید یکسان باشد. اگر یعنی به این معنی که اگر میخوایم که از استاندارد T568A استفاده کنیم، در آن صورت هر دو انجام کیبل باید یکسان باشد. در دو طرف ساکت باید یکسان ترتیب سیم ها یک استاندارد باشد. یعنی هر دو طرف از اینی استاندارد پیروی شود و اینی ترتیب سیم ها رنگ ها قرار بگیرد. یعنی هر دو طرف آن استاندارد T568A باشد. خب این خوش شد، این خوش استریت رو شد. کیبل استریت ترو به اینمی شکل است. کیبل استریت ترو به اینمی ترتیب ساخته می شود که اگر می خواهیم که
کیبل استریت رو بسازیم باید هر دو انجام کیبل از استاندارد A باشه یا هر دو انجام کیبل استاندارد B باشه. هر دو انجام یا A باشه یا هم B باشه. در غیر آن اگر یک انجام کیبل A باشه و انجام دیگر کیبل B باشه، در آن صورت کیبل برای وصل نمودن دو وسیله یکسان استفاده می شود که بازی کیبل کراس اوور میگه. در اون صورت نام کیبل هم تغییر میکنه، نحوه عملیاتش هم تغییر میکنه. بازی کیبل از حالت استریت رو به کراس اوور تبدیل میشه، به خاطر که یک انجام کیبل A شده، یک انجام دیگه کیبل از استاندارد B ساخته شده. بنابراین کیبل باز برای اتصال وسایل یکسان به کار میاد. میریم بیشتر میخوانیم. خب اینجا بهتر توضیحات داده شده. در استاندارد T568 ترتیب سیم ها قرار ذیل است. اگر بخوایم از استاندارد A استفاده کنیم، ترتیب سیم ها به این ترتیب است، به این شکل است. اینجا است، ببینید T568A استاندارد T568A است. هر دو انجام یک ترتیب است. ببینید در اینجا چی گفتم؟ از طرف چپ چون 8 رشته سیم است، اینو می‌دیدم داخل اونم کیبل 8 رشته سیم است که 4 جوره میشه. از طرف چپ سیم ها رو باید به شکل ترتیب بدیم که سیم اولی سفید سبز باشه، یعنی باشه ببین سفید سبز یعنی سبز خط دار. سیم دومی خود سبز باشه. سیم سومی هم سفید نارنجی، یعنی سیم چهارمی هم آبی، این پالیش است. و سیم پنجمی هم سفید آبی، یعنی آبی خط دار. سیم ششم هم نارنجی. سیم هفتم هم سفید قهوه‌ای، یعنی قهوه‌ای خط دار. و سیم هشتم هم خود قهوه‌ای. به این ترتیب یک سمت کیبل به این ترتیب میشه. در صورتی که از استاندارد B استفاده میکنیم، ترتیب سیم ها قرار ذیل است. اگر میخوایم که کیبل کراس اوور بسازیم، یک سمت A میگیریم، یک طرف ساکت A میگیریم، یک طرف ساکت B و از استاندارد A و B استفاده. در صورت ترتیب سیم ها در استاندارد T568B قرار ذیل است. از طرف چپ سفید نارنجی، فقط اینمی قسمت دو کیبل جای کیبل سفید سبز گرفته. سفید نارنجی در استاندارد A سیم سوم است، اما در استاندارد B سیم اول است. نارنجی در استاندارد A سیم ششم قرار دارد، اما در استاندارد B سیم دومه. سفید سبز در اینجا که سیم اول بود، در اینجا در جای سفید نارنجی را گرفته، سیم سوم است. به این ترتیب فقط یک سه مورد تغییرات است. معمولا در هر دو استاندارد سیم های 7 تا 8 ببین اردیش یکسان است، این تغییر نداره. سیم پنجم هم اردیش یکسان است، سفید آبی. فقط سیم چهارم، سیم پنجم، سیم هفتم و سیم هشتم، 4 سیم جای خود داره در دو استاندارد. فقط 4 سیم دیگه، سیم های اول، 2، 3 و ششم، این سیم ها جای خود تغییر داده. بسیار واضح است. خب در استاندارد B گفتیم که سفید نارنجی، سفید سبز آبی، سفید آبی سبز و سیم هفتم سفید قهوه‌ای، سیم هشتم هم قهوه‌ای. فقط گفتیم که در هر دو استاندارد تنها 4 رشته سیم جایشان تغییر خورده که در استاندارد A سیما به این ترتیب است و در استاندارد B جای سیم اول، جای سیم دوم، سیم سوم و سیم ششم، یعنی 4 سیم تغییر خورده. اما سیم پنجم، هفتم، هشتم و سیم چهارم، پنجم، هفتم و هشتم اردی از یکسان هستند در دو استاندارد. میریم سر کیبل کراس اوور. اینا کیبل جهت وصل نمودن دو وسیله هم نوع به کار میاد، دو وسیله یکسان به کار میاد. برخلاف کیبل استریت رو، ای بر اتصال دو وسیله یکسان به کار میاد، مثل سویچ به سویچ به هب. خب هب و سویچ معمولا اردیشان یک قسمش یا سویچ و بریج، چون اردی از یک کار میکنه. اکثر اوقات سویچ به نام بریج هم یاد میکنه. هب به هب، راوتر به راوتر، کامپیوتر به کامپیوتر. فقط در بعض موارد به خاطر اینکه راوتر عیار کنیم، در اون صورت نیاز است که کیبل کراس اوور باشه، به خاطر چون دیگه استریت رو کار نمیده. میریم به نحوه ساختن کیبل کراس اوور.
برای اینکه کیبل کراس اوور بسازیم باید در یک طرف سیم از استاندارد A و در طرف دیگر از سیم از استاندارد B کار کنیم. قسمی که در اسلاید قبلی گفتم یک طرف استاندارد A در نظر میگیریم، جانب دیگر هم استاندارد B. اینجا شکلش است، سیم ها به این ترتیب است، این ساید A است، این هم طرف B است. فقط اینمی استاندارد در نظر یک انجام کیبل A، یک انجام دیگه کیبل هم B و با استفاده از امو فرمولی که در اسلاید قبلی بود که دیگه سمت چپ سیما رو به ترتیب قرار یک طرف A میگیرید، طرف دیگر هم B میگیرید، کیبل کراس اوور ساخته میشه به این ترتیب. جمع شکلش است. خب هرچند این درس ها نیاز به یک درس عملی فیزیکی بود که در یک محیط واقعی باید انجام میشد. بدبختانه نظر بعض مشکلاتی که است نمیتونیم کار انجام بدیم. انشالله خدا کنه که به خیر مشکل حل شه و رفع شه و به خیر حتما روز این کار حتما در صنفتان در یک محیط واقعی و فیزیکی انشالله این کار انجام بدیم، چون در یک محیط عملی و فیزیکی و حقیقی بیشتر میتونید یک موضوع را خوبتر درک کنید. به هر صورت میریم به اسلاید بعدی. میایم سر کیبل رول اوور. نوع سوم کیبل یو تی پی که به شکل کیبل رول اوور استفاده میشه. گفته این کیبل که به نام کیبل کانسول هم یاد می شود. به نام کیبل کانسول نیز یاد می شود. جهت تیار ساختن راوتر و سویچ با واسطه کامپیوتر یا طریق کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد. این کیبل برای اتصال کامپیوترها، برای اتصال سویچ ها و راوترها نیز برای ارسال اطلاعات بین وسایل قبلی که ما شما خواندیم مثل کیبل کراس اوور استریت رو استفاده نشه، بلکه یک کیبل خاص است صرف برای عیارسازی سویچ و راوتر استفاده می شود که توسط کیبل میتونیم راوتر و سویچ توسط کیبل و پورت کام کامپیوتر وصل کنیم. اینجا پورت کام است، اینی پورت کام است، این میلش است و این فیمیلش است. این پورت کام است، یک سیریال پورت است که توسط از یا میتونیم راوتر و سویچ با کامپیوتر وصل کنیم. کیبل کراس اوور است که به نام کانسول هم یاد میشه. میتونیم راوتر و سویچ از طریق کامپیوتر عیار کنیم که اینمی را به نام پورت کام یاد میکنه. اینمی پورت که شما در تصویر میبینین که به نام مکملش کمیونیکیشن پورت است، یعنی پورت ارتباطات. در اینجا این شکلش است، یک دیوایس ویت کانسول، این یک سویچ است همراه با کیبل کانسول یا رول اوور وصل شده توسط پورت کام به کامپیوتر و پی سی. خب میریم به اسلاید بعدی. ترتیب سیم ها برای ساختن کیبل رول اوور. در ساکت اول به این ترتیب در نظر میگیم: سفید نارنجی سیم اول، سیم دوم نارنجی، سیم سوم سفید سبز، سیم چهارم آبی، سیم پنجم سفید آبی، سیم ششم سبز، سفید قوی و قوی. این یک استاندارد شد، استاندارد A است. میبینین استاندارد A است. گفته که در ساکت دوم چی گفته؟ برخلاف ساکت اول تنظیم شود. فقط خلاص سرچپیش تنظیم میکنم. یک چیز متوجه میخوایم یک بار دیگر تکرار کنم که ترتیب سیم ها در استریت رو، کراس اوور و رول اوور فرق میکنه. استریت رو که بود هر دو انجام کیبل باید یکسان می بود، هر دو طرف انجام کیبل یا A می بود یا B می بود. او استریت رو میشد که برای اتصال وسایل مختلف و نوع به کار میرفت. کراس اوور تعریفش قسمی بود که برای اتصال وسایل هم نوع یا یکسان به کار میرفت و ترتیب سیم ها قسمی بود که یک طرف باید A میشد، طرف دیگه باید B میشد. اما رول اوور به چی ترتیب است؟ اگر بخوایم یک کیبل رول اوور بسازیم در اون صورت یک طرف اگر A گرفتیم ساکت دوم باید برخلاف اونمو A بگیریم، سرچپیش باید بگیریم. ببین دی تصویر سعی کنین. حالا سیم اول سفید نارنجی است، استاندارد A است. سفید سبز آبی، آبی سفید سبز، سفید قوی به انگلیسی هم نوشته است. انجام دیگه کیبل ببین کاملا برعکس شده. قوی و سفید قوی به اول دوم آمده، سبز اینجا بوده به سوم آمده، سفید آبی در چهارم آمده، آبی اینجا در پنجم آمده. به ترتیب برعکس است. اگر B میگیریم در اون صورت بازم باید همین کار انجام بدیم. یک طرفش B میگیریم، طرف دیگهش برعکس B میگیریم، از آخر شروع میکنیم. سیمای آخر در اول آورده میریم که در اینجا سیم اول آخر میشه و در اینجا سیم آخر اول میشه. به ترتیب دوم از اینجا دوم میشه،
پیش میره به این ترتیب. انشالله موضوع کمی واضح شده باشه. خب بازم من یک بار دیگه تکرار میکنم، چون این کارا کلش نیاز به یک محیط حقیقی واقعی داره. بنان اگر ما شما بخوایم یک کیبل رو بسازیم، هر نوع کیبل اگه باشه، استریت ترو باشه، کراس اوور باشه، رول اوور باشه، در اون صورت ما شما این مراحل باید سپری کنیم. در مرحله اول کیبل پوش پلاستیکیش قطع میکنیم، برطرف میسازیم. مرحله دو سیم ها را 8 رشته سیمی که به شکل 4 جوره سیم با هم تابیده پیچ خورده وار از هم دور میکنیم. در مرحله سیم همین 8 رشته سیمی که به هم تابیده بود کمی قاط شده بود یا کلش راست میکنیم، توسینی وایر کرمپر راست میکنیم، منظمش میسازیم. و نوکشان قطع میکنیم، یک سان میسازیم، هم تراز میسازیم همگیشان. بعد از در مرحله چهارم داخل ساکت RJ45 قرار میدیم و در مرحله پنجم داخل اینمی کریپینگ تولز میگیره، به نام کرمپینگ تولز یا کریپینگ تولز داخل ساکت اینجا جایش است. داخل از این وارد میکنیم و فشار میدیم که سیم داخل اینمی ساکت RJ45 محکم شد تا دیگر در آینده از این قسمت نبرای که سیم خراب میشه. میریم بیشتر به این ارتباط به سلایدهای بعدی میریم، جو وسایلش زیاد است. میایم سر کیبل STP. ما شما کیبل کوکزیلا با ویدیو قبلی خواندیم، کیبل UTP را قبلا خواندیم که سه نوع بود، استریت ترو، کراس اوور و رول اوور. حالا میایم سر کیبل STP. نوع دیگه از کیبل های تویستد پیر است. کیبل STP که گرفته شده است شیلد تویستد پیر، مانند کیبل UTP از 4 جوره سیم های کوچک تشکیل شده است، اما نسبت به کیبل UTP قیمتتر و مقاومتر و بدلی داشتن یک پوش محافظتی یا قیمت و مقاوم هستند. عین UTP واره است، هیچ فرق نداره از لحاظ کارکرد، از لحاظ شکل. صرف یگانه تفاوت کیبل STP نسبت به UTP داره وی است که کیبل STP یک پوش ضرورقی دیجه داره. ببینید هر جوره سیم ها داخل یک پوش ضرورقی جداگانه قرار گرفته که پوش محافظت میکنه و نسبتا پوش های بیرونی از آن مقاوم است و از لحاظ قیمت هم یا نسبت به کیبل های UTP قیمت تر است که فی مترش تا 50 افغانی و 40 افغانی هم میشه، اما از او کمترینش 10 و قیمت ترینش 20 افغانی بود، اما از نو کمترینش 40 افغانی پایین نیست فی متر. منتها بازم بازار نظر به قیمت های بازار آدم نمیشه چیزی بگوید. خب به هر صورت فقط تفاوتش اینقدر است که یک پوش ضرورقی داره و سیم هایی که داخل از این قرار دارند نسبت به سیم های UTP مقاوم تر است، یک کمی محکم تر است. خب وسایلی که برای ساختن کیبل ها به خاطر ترتیب و تنظیم سیم ها استفاده میشه اینی وسایل است. شما در تصویر میبینید کریپینگ تولز اینی است، مثل شکل پلاس داره، داخل از اینی ساکت RJ45 قرار میگیره و یک پرس میشه محکم. بعد از سیم از داخل ساکت نمیبره. کیبل تستر زمانی که کیبل ها را ساختین انجام کیبل ها را در اینجا قرار میتن در ساکت ها و این هم روشن میکنه که در لابراتوار ما از این وسایل هم مکشه داریم، از اینی کلش داریم. انشالله درس عملی شروعش بخیر باشه، ما حتما وسایل نشانتون و نحوه استفاده شه. در اینجا این سیگنال میده، تمام 8 رشته سیم اینجا پیشش چراغ داره، روشن میشه به این ترتیبی. طرف هم اگر این سمت هم 8 رشته سیم این انجام ساکت روشن شد و این سمت هم، پس بدانید که کیبل مشکل نداره، کیبل جور است. اینی هم 5 دان است که به ترتیب سیم ها استفاده میشه. این سیم ها را راست میکنه، منظم میکنه، هم تراز میسازه. و اینی هم یک کتر است، کار یک کتر انجام میده، یک پل داره میشه که اینمی سیمی که داخلش قرار دادین یک تاو دادین خودش قطع میکنه بدون از اینکه به سیم های داخلی آسیب برسانن. میریم به اسلاید بعدی که بخش اخیر وسایل انتقال اطلاعات کیبل فایبر نوری می باشه یا فایبر اپتیک کیبل. کیبل های فایبر نوری نوعی از کیبل هاست که در شبکه های امروز با وفرت استفاده می شود که اطلاعات در این کیبل ها به شکل نور حرکت می کند. معمولا این کیبل ها از مواد پلاستیکی مثل فوم، پلاستیک، فایبر و شیشه ساخته شده است. این شکلش می بینید، این کیبل های فایبر نوری است. این کلش نلای میان خالی است.
مانند نل میان خالی میشه. این نلای میان خالی فقط نور است، اینمی پرتاب شده، نور به سرعت حرکت کرده از داخل کیبل شما میبینید در تصویر. قسمت داخل کیبل فایبر بسیار شفاف و لشم می باشد. اینمی داخل همین نلا که بسیار شفاف و لشم می باشد که از این سبب نور به سرعت زیاد حرکت میکنه. از این که داخل کیبل بسیار لشم و صیقل و شفاف است، به این خاطر است که نور به سرعت حرکت میکنه. البته خاطر نشان باید ساخت که قسمت داخلی کیبل ها از جنس شیشه ساخته شده، به این خاطر است که نور از خود انعکاس میدهد، یک ساحه لشم و صیقل برای انتقال و حرکت نور به سرعت زیاد فراهم میکنه. سرعت موج در کیبل فایبر به 300,000 کیلومتر در ثانیه میرسد. اینمی نور، این موج نور که است، اینمی در ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه. فاصله بسیار زیاده در وقت بسیار کم طی میکنه. به خاطر سرعت شبکه‌های فایبری به مراتب بالاتر از تمام شبکه‌های کیبلی دیگر و شبکه‌های بی سیم میباشد. اما در کشور ما شما بدبختانه پایین ترین سرعت اینترنت ما شما داریم. خب به هر صورتش اطلاعات در کیبل فایبر نوری از نبض‌های الکتریکی یا الکتریکال پالزز و نبض‌های نوری یا لایت پالزز تبدیل میشن. این اطلاعاتی که ما شما ارسال میکنیم، اطلاعات معمولا کل شکل دیجیتالی را داره یا الکتریکی را داره. به اون خاطر چون الکتریک یا دیجیتال فایبر نمیشناسه، لذا در دو انجام کیبل فایبر نوری تبدیل کننده های نبض های برقی به نوری و برعکس آن قرار داد. به خاطر از اینکه اطلاعات الکترونیکی که فایبر میگیره، او را مجبور است به لایت پالزز یا امواج نوری یا نبض های نوری تبدیل کنه تا اینکه قابلیت حرکت در داخل خود فایبر را داشته باشد. و می خاطر در دو انجام کیبل فایبر نوری از نبض‌های برقی، از تبدیل کننده نبض‌های برقی به نبض‌های نوری و برعکس آن استفاده می شود. میریم به اسلاید بعدی. ساختار کیبل فایبر نوری. کیبل فایبر نوری در عموم از 5 قسمت ذیل تشکیل شده است که قسمت اولیش به نام کور میگه. کور یا هسته، این قسمت دیگه تصویر میشه شما. کور یا هسته قسمت داخلی است که هسته نازک شیشه‌ای در مرکز کیبل است که سیگنال های نوری در آن به سرعت حرکت میکنه. قسمت بعدیش کلیدینگ است. این قسمت است یا اینجا این بفر کوتینگ میگه. اینجا کلیدینگ است. پوشه که نمی شیشه را، قسمت داخلی کور هسته را محافظت میکنه. این قسمت کیبل اطراف هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نور منعکس شده به هسته میگه. اینمی کلیدینگ که است، دور بر هسته را احاطه کرده و نمیگذاره که همین نور از داخل هسته و بیرون بیاد. پس دوباره نور منعکس شده به هسته را پس دوباره داخل هسته روان میکنه، نمیگذاره که بیرون حرکت کنه و همچنان باعث یک محافظ کور یا هسته کیبل فایبر هم عمل میکنه. بفر کوتینگ اینمی قسمت فایبر است. روکشی که از جنس پلاستیک بوده باعث محافظت مواد فایبری شد. این قسمت که از یک مواد فایبری داره، نرم است. در پایپ‌های ایسی یا ایر کندیشن هم شما استفاده کرده باشین. اونم فوم است، کاک است، چی است؟ اونم رو به نام بفر میگه. بفر کوتینگ روکش است که از جنس پلاستیک بوده و باعث محافظت مواد فایبری میشود. مواد فایبری که در داخل است. strengthening fibers. این قسمت کیبل جهت بالا بردن قدرت کشی کیبل استفاده میشه. بعد از بفر کوتینگ یک بخش دیگه است کیبل است در داخل. این اینجاست منام فور استرنت. این کیبل فایبر قدرت کشش بالا میبره، یعنی به این معنا که به هر سمتی که کیبل فایبر شما قاط راست کنید به اون سمت تغییر جهت بده. یعنی کیبل فایبر شکل به یک شکل انعطاف پذیر در میاره. و بخش اخیری اینی پشت بیرونی است که به نام اوتر جکت یاد میشه. اوتر جکت پشت بیرونی یا عایق خارجی است که روکش پلاستیکی خارجی کیبل بوده که تمام کیبل ها در مقابل صدمات بیرونی محافظت مینماید. میریم به اسلاید بعدی که فواید کیبل فایبر نوری است. نرخ انتقال اطلاعات یا دیتا ترانسفر ریت در کیبل فایبر نوری زیاد می باشد. به این معنی که به خاطر از اینکه انتقال اطلاعات زیاد در وقت کم در فایبر نوری امکان پذیر است، به خاطر نرخ انتقال اطلاعات در حقیقت اشاره به سرعت مقدار انتقال اطلاعات در کیبل فایبر نوری باشد.
عدم عنایت نسبت به میدان های مغناطیسی. از اینکه کیبل فایبر نوری طور ساخته شده که کلان پلاستیک است، از آهن و از مواد آهنی یا فولادی در فایبر نوری استفاده نشده، لذا هر قدر میدان های مغناطیسی در روی زمین باشه یا زیر زمین باشه، هیچ گونه نایز یا سر صدا یا غالمغال در سیگنال های فایبر نوری ایجاد نمیشه، چون فایبر کلا از پلاستیک و شیشه است و پلاستیک و شیشه از مواد است که اصلا مغناطیس با اونا کار نداره. مغناطیس یا آهن ربا که ما شما به اصطلاح عام بگیم، اونمو نوعی از موادی است که یا یک جنس به سمت خود میکشانه و یا یک جنس دفع میکنه از خود. اما فایبر نوری جزء وسایل است که نه توسط مغناطیس کشانده میشه و نه هم دفع میشه. بنابراین در شبکه‌های فایبر نوری هیچ نوع نایز و سر و صدا و غال و غال و اختلاط در شبکه نمیآید، به خاطر اینکه با مغناطیس ها هیچ سر و کار نداره. امنیت بالاتر به دلیل عدم توقف نور در مسیر، از این که نور به صورت زیاد در داخل کیبل ها حرکت میکنه و هیچ چیزی نیست که نور مانع شود، به او خاطر امنیت از آن بالاتر است. انتقال اطلاعات تا فاصله بسیار زیاد در زیر زمین، ابحار، سرک‌ها، کوه‌ها و دریا و غیره. ما شما میدانیم که فایبر نوری که مانند سایر کیبل های فیزیکی شبکه در فضا یا روی پایه ها نصب نمیشه، برعکس اینا معمولا در زیر زمین نصب میشه، اینستال میشه، زیر زمین دوانیده میشه. به خاطر این کیبل ها میتونه اطلاعات بسیار زیاد تا فاصله زیاد در زیر زمین، ابحار، سرک‌ها و غیره انتقال ده. مثلا فعلا در کشور ما شما از کابل تا مزار تا به میمنه و هرات به این ترتیب شبکه حلقه‌ای فایبر نوری ساخته شده که تمام ولایت به این ترتیب توسط شبکه حلقه‌ای فایبر نوری به هم وصل شده که تمام کیبل‌های فایبر نوری در زیر زمین است. حتی امروزه در شهر و بازار هم که ما شما می‌بینیم پیش روی دکان‌ها پیاده‌روها را بعضی اوقات میکنه، کیبل‌های نل‌های پلاستیکی را شما شاید دیده باشید که در زیر زمین کارگرها جابجا میکنه، وصل میکنه. تمام این کیبل‌های فایبر نوری است، شبکه فایبر نوری شهری است. تضعیف سیگنال یا ضعیف شدن سیگنال. تضعیف سیگنال در کیبل فایبر به مراتب کمتر از سیم همیسی است، به خاطر از اینکه در داخل کیبل فایبر نوری نور تنها حرکت میکنه، برق نیست که یک مقاومت ایجاد کنه یا قوه استحکاک ایجاد کنه. به او خاطر سیگنال ها بسیار کم یا ندرتاً در کیبل های فایبر نوری ضعیف میشه نسبت به کیبل های میسی. درس امروزتان ختم شد و من الله توفیق. خط به بخش اول بود که وسایل انتقال اطلاعات بود. بخش دوم که انشالله بخیر ویدیوش به زودی ریکارد میکنیم و در خدمتتان قرار میدیم. بخش دوم چپتر که در دسترس قرار داریم موضوعش است راوتر و یارسازی آن که بخش های عملی درسان بعد از این بخش اول انشالله آغاز میشود دیگه. تا درس بعدی و جلسه بعدی هم میتونم به الله بی نیاز میسپارم. اوقات خوش، خدا حافظ همه.